دانشگاه هاروارد، کمبریج، 19 دسامبر 2011. آمفی‌تئاتر پر بود اما ساکت. اغلبای صفحه برنزی ساعت دیواری قدیمی ساعت 14:55 را نشان میداد. کلاس فلسفه که توسط ماتیو شاپیرو ارائه میشد رو به اتمام بود. اریکا استوارت، دختر جوان 22 ساله که در ردیف اول نشسته بود، با نگاهی تند به استاد خیره شده بود. 1 ساعتی بود که تک تک کلمات استاد را با گوش جان میشنید و با هر نکته سری به نشانه تایید تکان میداد. این گونه بی‌حاصل در پی جلب توجه استاد بود. علی‌رغم اینکه ابتکار عملهای او با بی‌اعتنایی‌های استاد مواجه میشد، اما باز استاد هر روز بیشتر از قبل دختر را مسحور خود میکرد. چهره جوان، موهای کوتاه و ریش تازه درآمده جذبه غیرقابل انکاری به ماتیو میداد. جذبه‌ای که هیجان زیادی را در بین دانشجویان دختر به وجود می‌آورد. ماتیو با شلوار جین رنگ گرو رفته، چکمه‌های چرمی کهنه، پلیوری با یقه لوله شده بیشتر از اینکه به همکاران دانشگاهیش که ظاهر جدی و عبوس داشتن شباهت داشته باشد، به دانشجو می‌مانست. اما بیشتر از زیبایی سیمایش با زیبایی کلامش دلفریبی می‌کرد. ماتیو شاپیرو یکی از محبوب‌ترین اساتید دانشگاه بود. از 5 سال پیش که در کمبریج تدریس می‌کرد، کلاس‌هایش هر سال شاگردان جدیدی را شیفته و علاقه‌مند می‌کرد. به لطف تعریف‌های شاگردان سابقش، این ترم بیش از 800 دانشجو برای دنبال کردن کلاس‌هایش ثبت نام کرده بودند و حالا کلاسش بزرگترین تالار سیورهال را به خود اختصاص داده بود. فلسفه بیفایده است اگر رنج را از روح آدمی دور نکند. این جمله اپیکور که بر روی تابلو با خط خوشی نوشته شده بود، ستون اصلی اصول تدریس ماتیو را تشکیل می‌داد. کلاس‌های فلسفه‌اش قابل فهم بود و مفاهیم پیچیده را به خود راه نمی‌داد. تمام استدلال‌هایش بر پایه واقعیت بود. هر یک از مثال‌هایش را با زندگی روزمره دانشجویان و مشکلات ملموسی که با آن مواجه بودند شروع می‌کرد. ترس از رد شدن در یک امتحان، قطع یک رابطه عاشقانه، نگاه خصمانه دیگری، انتخاب رشته تحصیلی و غیره. همین که مسئله مطرح می‌شد، استاد افلاطون، سنکا، نیچه یا شوپنهاور را فرا می‌خواند و به لطف شوری که در ارائه مطالبش موج می‌زد، میشد چنان حس کرد که برای لحظه این مشاهیر بزرگ فلسفه دنیای کتاب و جزوه‌های دانشگاهی را ترک کرده تا به دوستانی صمیمی و قابل فهم تبدیل شود که قادر بودند بی حساب دانشجویان را از دریای نصایح مفید و دلگرم کننده خود سیراب کنند. ماتیو با هوشمندی و بزلگویی بخش عظیمی از فرهنگ عامیانه را نیز وارد درسش می‌کرد. فیلم‌ها، ترانه‌ها و کارتون‌ها. همه چیز بهانه‌ای بود برای بحث فلسفی. حتی سریال‌های تلویزیون جایی در شیوه آموزش او برای خود باز کرده بودند. شخصیت پزشک در سریال آمریکایی دکتر هاوس استدلال تجربی را توضیح می‌داد. غرق شدگان مجموعه تلویزیونی لاست بازتابی از قرارداد اجتماعی را عرضه می‌کرد. حالان که دلالان تبلیغاتی معتقد به برتری مردان در فیلم مدمن فصلی به روی مطالعه دگرگونی روابط بین زنان و مردان می‌گوشیدند. اگرچه این فلسفه عملی کمک کرده بود که از او یک ستاره در دانشگاه بسازد، اما حسادت‌ها و دلخوری‌های زیادی را نیز در بین همکارانش به وجود آورده بود. همکارانی که محتوای تدریس او را سطحی می‌دانستند. ولی خوشبختانه تا آن زمان موفقیت شاگردانش در امتحانات و کنکورها همه چیز را به نفع او تمام کرد. حتی گروهی از دانشجویان فیلمی از کلاس‌های او تهیه کرده و بر روی یوتیوب گذاشته بودند. این ابتکار کنجکاوی یکی از خبرنگاران روزنامه باستن گلاب را برانگیخته و درباره آن مقاله‌ای نوشته بود. پس از تکرار مقاله‌اش در نیویورک تایمز از او درخواست شده بود که یک اثر انتقادی فلسفی بنویسد. اگرچه کتابش با استقبال و فروش زیادی روبرو شد، اما استاد جوان دلخوش سرمستی حاصل از این شهرت نوپانش. همچنان دغدغه موفقیت دانشجویانش را داشت و حضورش را از آنان دریغ نمی‌کرد. اما این داستان زیبا دنباله دردناکی داشت. ماتیو شاپیرو زمستان سال قبل طی تصادفی همسرش را از دست داده بود. مرگی ناگهانی و غم‌انگیز که او را سردرگم در این دنیا رها کرده بود. کلاس‌هایش را دنبال می‌کرد، اما شور و شوقی را که از ویژگی‌های تدریسش به شمار می‌رفت از دست داده بود. اریکا چشمانش را تنگ کرده بود تا استاد را بهتر مورد بررسی قرار دهد. بعد از واقعه ناگواری که در زندگی ماتیو پیش آمده بود، انگار چیزی در درونش در هم شکسته بود. چهرهش سخت و نگاهش بی‌فروغ شده بود.
با وجود این ماتم و غصه که به او حالتی گرفته و افسرده داده بود، وی را در چشمان دختر جوان وسوسه انگیزتر جلوه می‌داد. دانشجو چشمانش را به زیر انداخته و خود را به دست صدای باوقار و متین استاد که در تالار میپیچید سپرده بود. صدایی که کمی جذابیتش را از دست داده اما همچنان آرام بخش بود. پرتو خورشید از شیشه ها وارد تالار میشد، آن را گرم میکرد و چشم دانشجویان صندلی های وسط کلاس را میزد. اریکا حال خوبی داشت و با طنین آرام بخش صدای استاد خود را دلخوش میکرد. اما این لحظه زیبا دیری نپایید. دختر جوان با صدای زنگی که پایان کلاس را اعلام میکرد از جا پرید. بیان که عجله کند وسایلش را جمع کرد و منتظر ماند تا کلاس خالی شود تا با کمرویی به شاپیرو نزدیک گردد. ماتیو که از دیدن او متعجب شده بود پرسید: اینجا چیکار میکنی اریکا؟ تو که سال گذشته این درس رو گذروندی، دیگه نباید در کلاس من شرکت کنی. دختر گفت: من به خاطر جمله هلن رونالد که شما اغلب ذکر میکردید اومدم. ماتیو به نشانه نفهمیدن موضوع چینی بر پیشانی انداخت. دیوانگی‌هایی که افسوسشان را می‌خوریم بیشتر آنهایی هستند که انجامشان ندادیم، درست در زمانی که موقعیت انجامشان را داشتیم. منظور اریکا این جمله هلن رونالد بود و سپس سعی کرد علی‌رغم ترس و خجالت به خود جرأت بیان فکرش را بدهد. برای اینکه افسوسی نداشته باشم دلم می‌خواد مرتکب یک دیوانگی بشم. شنبه آینده جشن تولدمه. می‌خواستم شما رو به شام دعوت کنم. ماتیو با چشمانی گرد شده از تعجب فوراً سعی کرد با دلایل منطقی شاگردش را بر سر عقل بیاورد. اریکا، تو دختر جوان باهوشی هستی، بنابراین خیلی خوب میدونی حداقل 250 دلیل میتونه برای رد کردن پیشنهادت وجود داشته باشه. ولی شما دلتون میخواد که دعوتمو قبول کنی، اینطور نیست؟ لطفاً اصرار نکن. ماتیو با این جمله حرف اریکا را قطع کرد. اریکا با احساس شرمساری پیش از ترک کلاس زیر لب منمن کنان عذرخواهی کرد. ماتیو آهی کشید و پالتویش را برتن کرد. شال گردنش را گره زد و از محوطه دانشکده خارج شد. دانشگاه هاروارد با چمنزارهای وسیع، ساختمانهای پر ابهت با آجرهای قهوه‌ای و شعارهای لاتین که بر سر درها نصب شده بود، در بین دانشگاه‌های بریتانیایی از زیبایی خاصی برخوردار. ماتیو به محض خروج از ساختمان سیگاری روشن و سیورها را به سرعت ترک کرد. با کیفی خورجین مانند بر دوش از حیاط هاروارد عبور کرد. این حیاط محوطه بزرگ و چمنکاری شده بود، جایی که از آن راه‌های منشعب می‌شد که پیش در پیش بوده و تا کیلومترها کلاس‌های درس، کتابخانه‌ها، موزه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی را به هم مرتبط می‌کرد. نوری زیبا و پاییزی محوطه را فرا گرفت. از 10 روز پیش دمای مطبوع و آسمان آفتابی نوید بازگشت هوای خوش را به ساکنین نیو انگلند می‌داد. بازگشتی با تأخیر و کم دوام. آقای شاپیرو، ماتیو سرش را به طرف صدا چرخاند. یه توپ فوتبال آمریکایی به سمتش می آمد. ماتیو توپ را با مهارت گرفته به تقاضای کوارتربک تیم پاسخ مثبت داده و بلافاصله توپ را مستقیم به طرف او پس فرستاد. دانشجویان با لپتاپ‌های روی زانو تمام نیمکت‌های محوطه را اشغال کرده بودند. روی چمن‌ها صدای خنده و صحبت‌های آنها به گوش می‌رسید. آنجا بیشتر از هر جایی ملیت‌ها با یک هماهنگی زیبا با هم در می‌آمیختند. اختلاط نژاد و فرهنگ‌ها شکوهمندانه احساس می‌شد. علاوه بر این، قرمز و طوسی، این دو رنگی که به نوعی طلسم شانس این دانشگاه معروف بود، با غرور روی کاپشن‌ها، گرمکن‌ها و ساک‌های ورزشی دانشجویان به چشم می‌خورد. در دانشگاه هاروارد، روح تعلق به یک گروه تمام تفاوت‌ها را در نوردیده بود. ماتیو در حین عبور از تالار ماساچوست، عبارتی با شکوه و با سبک معماری جورجیایی که همزمان دفترهای کار مدیریت و خوابگاه دانشجویان سال اول را در خود جای داده بود، پوکی به سیگارش زد. یوشیزومور، دستیار رئیس حوزه آموزش که روی پله‌ها ایستاده بود، نگاهی غضبناک به ماتیو انداخت. نگاهی که به دنبال آن یادآوری مقررات و نطقی پیرامون مضرات دخانیات بود. آقای شاپیرو، چند بار باید تکرار کنم که سیگار کشیدن در محوطه دانشگاه ممنوعه. ماتیو با نگاهی سرد و چهره آرام و بی‌اعتنا اهمیتی به او نداد. اما یه لحظه وسوسه شد تا در جواب او بگوید که مردن کمترین دلواپسی اوست. ولی تغییر عقیده داد و از در بزرگی که به میدان هاروارد منتهی میشد خارج شد و محوطه دانشگاه را ترک